ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. имрӯза пахши мустақими мо хитоби сахттарин ба хармаку хукмаки тӯҳматгарон аз соли 1992 то соли 2021 дар Бадахшон ҳатто як нафарро террор накарда буданд. дар тӯли 35 соли ҳукмронии шумон муғулу манғитҳои ҳаромзода қатли оми тоҷик ба 600,000 нафар расид. ҳамватанони азиз, умед дорем ки иншоаллоҳ садо нағз рафтост. умед дорем мо иншоаллоҳ пеш аз суҳбатамо, ҳамватанони азиз, пеш аз суҳбатамо як шеъри устоз лоиқро аз забони худашон дар васфи ин тӯдаи авбоши муғулу манғит эҷод карда буданд. мемонем ин миллат гӯш мекунанд, гарчанде ки мо чанд бор хондем шеърҳои устоза, боз аз забони худашон ин миллат фаҳманд. иншоаллоҳ умед дорем ки бедор мешаванд ва ин тӯдаи авбоши тӯҳматгар, қотил, душмани миллати тоҷик аз байн мераванд. мо сарҷам мешавем, якдаст мешавем, инҳоро сарнагун мекунем. рафтем, шеъри устоза гӯш мекунем, иншоаллоҳ суҳбатро идома медиҳем. جبر تاریخ یگان کام ندیده است که ما زهر تاریخ نژادی نچشیده است که ما ملت زیر فلک با همه فرهنگ ستور اینقدر ذلت و خواری نکشیده است که ما ملتی در ره تقدیر بدین تنهایی و چنین ورطه مهلک نرسیده است که ما ملتی از قلم رفته بر اعمال بشر اینقدر بوی عقوبت نشنیده است که ما ملتی بی جهتی با سر پرشور و بلند در سر دار اجانب نتپیده است که ما هیچ قومی و چنین ناکسی و ناخلفی خون هم خون خودش را نمکیده است که ما ملتی در همه ایام بدین بیشرفی سینه مادر خود را نبریده است که ما هیچ کس زیر نقاب آمده بحر زر و سیم جگری هم نسبش را ندریده است که ما هیچ فردی ز سر کین و جگرگاه پدر تشنه خون را نخلیده است که ما آه و افسوس که در حاشیه تاریخ این همه فاجعه را دهر ندیده است که ما. умед дорам ки гӯш кардетон. ин эҷодиёт дар бораи ин тӯдаи авбош буд. суҳбатро сар мекунем иншоаллоҳ раҳмон. баромади бузмакова тамошо кардем. синфи якумхона аз ин беҳтар мехонанд. ҳамаи шарманда кард бузмаков. инҷо баромадааст чӣ қадар тӯҳмату бӯҳтон дар ҳаққи мардуми Бадахшон. дар тӯли 35 соли ҳукмронӣ шумон золимои бадбахтово як бор дар Бадахшон ягон каса на террор кардааст, на қатл кардааст. ин хел гапа мо нашунидем ва надидем. ин қадар тӯҳмату бӯҳтона шумо аз кадом қабристон пайдо кардетон мо намедонем. ки гӯё ки мардуми Бадахшон
آنها جنایتکار باشند، آنها قاتل باشند، آنها یراق گرفته به سر این ملت برآمده باشند. چرا در طول 35 سال حکمرانی شما یک بار اونجا به آن کس یراق نکشید؟ یا آن کس جنگ و جنجال نکرد؟ یا آن کس نمرد؟ شما نفکرهای رحمانوف صف کشیدن، آنجا رفتن چقدر جوانای به قتل رساندن. قاتل شما هستیتان، دشمن ملت تاجیک شما ظالم ها هستیتان، شما خائن ها هستیتان، شما دشمن های ملت تاجیک هستیتان. در طول 35 سال که رحمانوف حکمرانی میکند 600,000 تاجیک به قتل رسیده است. 600,000. خون همه این مردم تاجیک در گردن رحمانوف است و در گردن خوکمک و بوزمک و خرمک است. خرمک گفتیم، خرمک رحمانوف. خدا لعنتتان کند دشمنای ملت تاجیک. امروز با تمام دولت ها گفت و شنید دارن که گویا که این ملت اکستریمیست و تروریست و قبر و بلا باشد. خدا لعنتتان کند دشمنای ملت تاجیک. الله این رحمانوفی پدر لعنتی آخی پدر را لعنت کند که این مردم خاک بسر را در بدر خاک بسر را فقط تهمت میکند گویا که اینا جنایتکار باشند، گویا که اینها افراطی باشند. فقط در حق ملت تهمت. در طول 35 سال فقط رقص و بازی و کنجنبانی و دیوانگی و تهمت و تحقیر و تجاوز دیگر یگان پیشروی این پدر لعنتی مادر به خطا نکرد. باید این ملت بیدار شوند. باید مادران و خواهران بیدار شوند که این شوهران شما را بیگناه در پیگر قرار میدهد، شما شوهر خود را از دست میدهید. وای بیچاره گریز و گریز، اگر به وطن برگردد وای را پس پنجره میبرند. شما محروم میشوید از شوهرتان. وای بیچاره از دیدار زن و فرزندانش محروم میشود. این اولاد حرامزاده تنها ملت تاجیک را تهمت میکنند، ملت تاجیک را سنگ میزنند، ملت تاجیک را گناهکار میکنند که گویا که اینها تروریست و اکستریمیست باشند. نعوذ بالله. این مردمی که از حق و حلال خودش طلب میکنند. این مادر به خطا، این پرخوک، این حرامی چرا با اولاد حرامزادهش تمامی بایگری های تاجیکستان رو گرفته اینا صرف میکردین، اینا میفروختین، اینا به سودا میزدین، اینا تجارت میکردین. این ملت محروم بوده است از تمامی بایگری های تاجیکستان. چرا این مادر و خواهران نمیخواهند که شوهراشون در نزدشان کار کنند؟ فردا این در پیگر قرار میتید، تمام مردم بدبخت در بدر خاک بسر چقدر حالی که ما داریم وزیر. این بدبخت ها، این حرامزاده ها، این مادر به خطا ها تهمت و بهتان میزنن که ما گویا خواجه خارجه داشته باشیم. بر پدر همون خواجه خارجه لعنت که سبحان الله ما نه پولش دیدیم و نه رنگ و رحمانش دیدیم و نه نمیدونیم و کی باشد خواجه خارجه. این دشمنای ملت تهمت میزنن که ما خواجه خارجه داشته باشیم. خواجه خارجه ما تنها رحمان به خدمت دارن. حتی یک تلفن گرفته داده نتوانستن که ما یک پخش مستقیم حلال کنیم. از اینجا به مثال این کامera پست صفتش آدم رنگ و رحمانش بیزه نشان میدهد. این ویدیوها با یک تلفن حلال گرفتیم همه بیزنسمن ها رحمان رو به خدمت کردن، رحمان رو به کمک کردن. اگر پول و پیشهاشون رحمان رو میگیرد، زناشون رو بیوه میکند، آنها بعد شوهری دیگر میگیرن و کیف و صفا کرده میگردن. اینا یک ذره اگر ننگ و ناموس میداشتن، یک ذره اگر انصاف میداشتن، این تاجرای تاجیکستان. ما چند بار ویدیو کردیم، چند بار فهمیدیم که برادرها ما مشکلی داریم، باید همین کارا حل شود. یا 2-3 نفر نوشتن و باز رفتن، نمیدونم یا کی بودن چی بودن، از امریکا یا از گرمانیا یا هم خیر رفتن. توکلشون به الله. چی گفتنی هم هموطنان عزیز، ما باید به وطن خویش برگردیم. باید هر جوان مردی که
در بدر و خاک بسر است، باید وی زنش با اپای خواهرش با مادرش با دخترش با تمام آنها با گوش رس کند و فهماند که خواهرم، همسرم، دخترم، مادرم احتیاط باش که ما باید با وطن برگردیم، در نزد شما جای کار پیدا کنیم. ما دیگر در بدر خاک بسر شدن نمیخواهیم. پدر در بدر خاک بسر یک روز زنگ میزنه که دخترت گم شده است. هر روز دختری تاجیک گم شده است. این حکمک فی حرامی اونجا میرود و کتی دیگر دولت ها رنگی بچه هایی که الفبای میخوانند گم میزند که یعنی بدخشانی ها هجوم کردن و آنقدر یراق و آنقدر اسلحه گرفتن. چرا در طول 35 سال نه 33 سال تا 2021 اگر گیریم 32-33 سال میشود، چرا یک بدخشانی یا اون کسا نکشت؟ چرا یراق نبرداشت؟ چرا اون کسا قتل نکردن؟ چرا 2021 کی به سری مردم بدخشان یراق کشید، اسلحه کشید؟ تو بزمک فی حرامزاده، تو رحمان فی کثیف مادر به خطای پرسگی دشمن ملت تاجیک، شما حرامزاده ها یراق کشیدین و شما حرامزاده ها مردمی بیچاره آسایشته قتل کردین، صدها مادر را دلش را رش کردین. امروز میبروین شما ناشرمیده در تالار گم میزنین که این مردم گویا که یراق و اسلحه داشتن و میخواستن که ما با حمله کنند و ما این جنایتکارای یعنی نابود کردیم و تهمت میزنید در حق مردم. چرا 30 سال 32 سال آنها یگان جنایت نکردن؟ شما حرامزاده ها درک کردین که آنها سرزمینشان را فروختین، پامیره با خطایی ها فروختین. یک خیلی حرامزادی مادر به خطای خایل است میگوید که آخه یک کوه داده است برای کی در کارای پدر لعنت حرامزاده. اونجا خروستال دارد، خروستال سنگای قیمت بها دارد. اگر پرزیدنتی دانا، اگر پرزیدنتی غمخوار می آمد وی سنگ و وی چیزها را اگر یعنی کار میکرد و زواد و فابریکه کشاده اونجا کار و بالا سر میکرد، یک تاجیک در بدر خاک سر نبود. امروز بروتی یگان تاجیک تبر نمیبرید. شما حرامی های بی سواد 4 پچکه رالتانه رحمان داده است خوردین و فقط این مخالفا به سنگ میزنن که شما وطن فروشا با نگاه کنین، شما وطن فروشا با ضد پیشا به ملت ما گم میزنین. زمینی تاجیکستان ما فروختیم یا رحمانوف؟ خطایی ها 100,000 سامانی آیلیگ میگیرن، 10,000 دلار. تاجیک بیچاره 100 دلار آیلیگ میگیرد. این چی بدبختی است؟ این چی روزی سیاه است که این مردم ها شما حرامی ها فقط تهمت میزنین؟ امروز با دیدیم با کدام دولت گپ گذار کرده است که اونجا هم باید اکسترادیت کنی. این ملت تروریست و اکستریمیست بوده. ما شما حرامی های این تهمت و بهتانی که به سر این مردم کردین تا کوزتان نمانیم ما از این راه ما دست نمیکشیم. پرخوک رحمانوف حکمک فی پلیدی مادر به خطا، این را فراموش نکن. اگر رحمان تو یک ذره رحمانوفی تو ننگ و ناموس میداشت، دیوسی پدر لعنتی آخی پدر تو را فرمان نمیداد که رفته سالی خوبا نیست کن، سالی خوبا تهمت کردی که عزیز ما تجاوز کرد از گوته. این بزمک رفت در پیشانه سالی خوب پران. با کدام آب شما زندگی میکنید تا من نفهمم. خدا لعنتتان کند حرامزاده ها. امروز باز تمام جاهل و نادانای خایلساش و چاپلوساش همون کرته های آستین کلته و کنی لوچه براوردین. این فرهنگ ما، این ملت ما گوته این مردم ها گمراه و جاهل و نادان دارن. سبحان الله. یک برادری ما نمیدونم وای فراموش کردن، یک داملا همون صورت های نشر کردن که همین مگر وای ما است، فرهنگ ما است. آنقدر اونجا به این کلوچا بیزابوتا شدن. این دشمنای الله و دشمنای رسول الله اینا سراشون ویران شد. فکر نمیکنن که هر روز اینا این عالم پدرود میگوین شما حرامی های باید تنیلوش برده گور کردن در کار. سگمور که شدی برده توی تگی خاک کردن کار کفن تو با لازم نیست. شما حرامی ها کنی لوچ و سری لوچ امروز نسل تاجیک نیست و نابود کرده، شرمنده کرده، سرخم کرده. پس شما حرامی ها با کفن حرام است. شما رو کفن کردن در کار نیست، جنازه کردن در کار نیست.
پدر لعنت های مادر به خطاهای دشمن های ملت تاجیک. بسیارش بانویس است همونجا که شما دیگه ملاها کار و بار ندارتان که همین لباس های ما به یعنی کار گرفتتان. پس چرا پرخوک رحمانوف لباس مادر خواهر تاجیک به کار گرفت؟ چرا اصلی مردم سطرش را گرفت؟ چرا لباس مردم رو عوض کرد که این را پوشیم؟ همون دخترش رو نشر کردم صورتش رو. اون دیوس رستم پیش اپش لینگوش لوچ در بری رستم راه گشته رفتستم. همین است فرهنگ شما حرامزاده ها. الله لعنتتان کند دشمنای ملت تاجیک. ما این فرهنگتونه، ما این کلوچیاتونه، ما این عرقخوری و دیوانگی نارکوتیک فروشیاتونه از بین میبریم. ما پرخوک رحمانوف با زور سلاح سرنگون میکنیم. این را فراموش نکنیدتان هموطنان عزیز. کسی که ننگ و ناموس دارد، کسی که فردا میخواهد که کفن پوشیده این دنیا را پدرود گوید، باید وی بیدار شود. این حرامی ها امروز کنی لوچ لینگش بالای لینگش نش کردم در این بین همی فیسبوک با پرتافتش. این فرهنگ ما گفته یک کتگی دارد، اگر پاش این طرف پرتاید به فکرم ترسکم ندارد. بخشش میپرسم هموطنان عزیز، اینا ما را به کجا برده ایستادند این حرامزاده ها؟ امروز این دختر خلق تجاوز کن عنوان گرفته است، با عنوان سلامتی، نه که خواهرانش و دادرانش و پدرش نارکوتیک رو در اپتیکه های تاجیکستان تقسیم کرده. این مردم رو نرکمن و این مردم رو جاهل و نادان و کوچه به کوچه دارن. و حرامزادی قنچق چخلین عنوان سلامتی گرفته است. من در حیرتم هموطنان عزیز. بیدار شویتان، بیدار. هر روز یک دختری تاجیک گم شده است. محمد تقایف هر روز میگه ای مردم فرض و نوبتی دخترتان میرسد، با وطن برگردین. این حرامزاده های سنگسار کردن در کار. سنگسار برادران، گلسوای روی نکنید تا انشالله بعد صحبت میکنیم. این توده افباش حرامی رو تنها سنگسار میکنی با مغول و منقیط های اطرافش. این بزمکفی پلید با کدام آب رو تو اونجا رفتی ششتی در آن تالا رو گف زدی؟ تو عیب و شرم نمیدانی؟ تو باید خودت را بدار آویزی. شما را بسری مردمی ما کی آورد؟ شما چه خیلی حکمران ملتی تاجیک شدین؟ شما از کدام ملت و از کدام دین هستیتان؟ من هیچی را نفهمم. امروز تمام دانشمند تاجیک، تمام دیپلمدار، 3 تا 4 تا دیپلم دارد، در امریکا در اروپا میرود بیچاره کارهای بهترین مییابد، در تاجیکستان خودش کار پیدا کردن نمیتواند. یک توده افباش خر تجاوز کن این ملت را امروز شرمنده کردن و ملت را در بدر و خاکبسر کردن و عنوان تروریستی و اکستریمیست دادن. الله لعنتتان کنه شما حرامزاده های ناتاجیک های دشمن های ملت تاجیکا. شما حرامی ها انشاءالله رحمان و مقصدهای ناپاکتان نمیرسین. ما تمام این ملت را بیدار میکنیم. باید خواهران، مادران، برادران، فرزنداشون همشون بیدار شوند که اینها تمام پدرای شما را در بدر دارن و پدرای شما را تهمت زده اکستریمیست و تروریست و گفته از دیدار شما محروم کرده ایستادن. هموطنان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. هموطنان عزیز، بیدار شویتان، نترسیتان از این توده افباش. ما اینها را باید سرنگون کنیم. اینها نسل ما را نیست کرده ایستادند. این توده افباش حرامزادی مغول و منقیط، اینها از خون ما نیستند، از دین ما نیستند. اینها ما را بنیستی برده ایستادند. ای هموطنان عزیز، رستمش و گلوبای سبزی به دست کنته شاروخش امروز تمام این نارکوتیک را نظارت دارن و اپتیکا ها به تقسیم دارن. اینا فکراشون چی؟ اینا چی فکر دارن؟ نسل آینده نارکمان شود، کوچه به کوچه شود، به خاطر دوستون پول یعنی سرخم شود. اینها را بله گوید فردا. بیدار شویتان. فرزنداتان را به دست ادب نارکمان دارن. اینها دختراتان را دزدیده تجاوز کرده، بعد یک هفته، بعد 10 روز یک خیلش کشته برده پرتفتوسن. حالا امروز هم کشتگی هم من نشر کردم صورتش. کدام گویا که وی تماشا رفت و وی دریا غلطیده است. سبحان الله.
بیدار شویتون. این اولاد دشمن ما هستند. این اولاد دزد و غارتگر، این اولاد حرامزاده، اینها میلیاردها دلار را دزدیدند. اینها اگر ننگ و ناموس می‌داشتند دلشان برای این ملت میسوخت، زواد و فابریکه میساختند، ما در بدر و خاکبسر نبودیم. اینا دشمن ما نباشند، شوهرای شما را بیگناه در پایگاه قرار میدهند. با دیگر دولت ها گفت و شنید میکنند که این ملت ما تروریست اکستریمیست بوده. شما نمیدونم در گوش فیل خوابینه ملت، ای مادر و خواهرها، اینا شوهرای شما را در بدر میکنند، خاک بسر میکنند، در پایگاه قرار میدهند. شما فردا مجبور میشوید که در کارهای بد دست نهید و فاحشه شوید و فرزنداتان را از دست دهید و یعنی سرتان خم شود. شما میخواهید که شوهرتان در برتان باشد، شما باید اعتراض کنید. نترسین این توده عباس، اینا والله هیچ کس نیستن. این حرامزاده ها، اینها برعکس عراق و اسلحه گرفتن، بر ضد ملت ما برآمدن، مردم ما را قتل کردن، علی بیدکی کشتن، تهمت کردن، عسکر بچهای از قفاشون زدن و نیست و نابود کردن. این حرامی ها از ملت ما نیستن. اینا تاجیک نیستن، اینا ازبک نیستن، اینا لقای نیستن. هموطنان عزیز، تمام لقای و ازبک تاجیک سرجمانه زندگی دارن، همدیگرش احترام دارن. تنها انا همین توده عباس، من نمیدونم اینا ملتشون کیست، آمده این ملت ما رو خار و ذلیل و در بدر و خاک بسر دارن. ما اینها را باید از بین بریم. این حرامی ها دشمنی ملت ما هستند. ما باید اینها را سرنگون و نیست نابود کنیم. با سرداری رحمانوفی پلیدی ما در بخطای دشمنی ملت تاجیک. امروز نگاه میکنیم تمام چاپلوس ها، گپ های اون خایلیس های یخل تاجیک هایی که شعر و سرود و گپ های و پست ها نویسته، زبانی این به صاحب رحمانوف چی کردگیان؟ برا کردگیان که گویا که رحمانوف این گپ های فکر کرده برآورده باشد که این چاپلوس ها او را نشکستند. رحمانوف همون پست هایی که شما کرده دادین، از نام وی برآورده نشر کرده دوستان، صورت وی مونده و حتی رحمانوف خواندن نمیتواند. رحمانوف فقط چی میداند؟ رحمانوف فقط قتل و کشتار میتواند، مردم به تهمت زدن میتواند، مردم به وعده های دروغ دادن میتواند. رنگ منافقا 40 بار وعده کرد، رنگ فاحشه این خیلی کو وعده نمیکند. یگان مردی سبک پا فاحشه این کار رنگ رحمانوف نمیکند. 40 بار برق وعده کرد، شما 2 ساعت برق دارین در تاریکی نشسته ای داده. هزاران بار تهمت و بهتان زد، این مردم به دروغ گفت من جای کار پیدا بودم، این قصد زواد شدیم، بعد 2 روز رفتم اونجای ولنگار کردن و اون زوادای ویران کردن، هیچ چی نشدن. وطنان عزیز، برآمد از زبان حرامی همین جزیرگشته شنیدیم که دیگر مادر و خواهر تاجیک در نزد من نبرارین، این ای بس هوا خنک است، آنها خنک میخورند، دخترای مردم را عذاب ندین. 1 هفته نشده است در خوجند در لیل نباد رفت، میلی آنها سامانه این حرامزاده برباد داد و کنجنبانی و رقص و بازی کرد با خواهرای و مادرای تاجیکی لیل نبادی خوجندی. منافق را شناسین. با نمیدونم چه خیلی شما بفهمانیم. با اخر حرامزادش می نویسد که با خدا دادگان بحث مکن که به این خدا داده است، دستش از درون ازار مادر و خواهر زند است. این هم تو نعوذ بالله الله مهربان گناهکار میکنه که خدا داده است گفته. ای الله لعنتت کند بی ناموس و بی شرف. هر روز یک دختری تاجیک دزدیده برده، تجاوز کرده برده پرتوفتسان. یک تاجیکی بیچاره اگر در امریکا زنده کند یا در قزاقستان است یا در قبرستان است یا در گرمیون است، همون چیکاتی اولادش پیدا میکنه. مادر غرای مادر فاحشه ها آنها رو عذاب و اذیت میدین. دختری تاجیک در روز روزانه گم میشد، هر روز یک نفر. غمنیت مادر فروش، کل فروش، زن فروش پیدا نمیکند. من نمیدونم اینا چه خیلی این حرامزاده ها، اینا چه خیلی انسانن، اینا چه خیلی امنیتن. من هیچی رو نفهمم هموطنان عزیز. پس شما مطمئن باشین که اینا دشمنی الله، دشمنی رسول الله و دشمنی ملتی مظلومی تاجیک شدگیان. این حرامزاده ها، این حرامی در طول 35 سال فقط خایلیسان و بی خداها را در گردی کنش جمع کرد. پرخوک رحمانوف یگان امنیتی خدا ترس آنجا به نمانده است. 2 فایسه است که آنها بیچاره ها هیچ کار کردن نمیتوانند. آنها
از دستشان هیچی نمی‌آید. وقت از آن که این مردم در گوش فیل خوابند خاموش هستند. مردم وقت از آن که بیدار باشد اون برادرها میخوان دستگیری کنند یک جای شما با مردم. 97% امنیت رحمانوف زنش پیش رحمانوف بر رحمانوف دوم مونده زند. بله میگوید پیشاب ملت کاری خوب کردی. اینا نه ننگ دارن، نه ناموس دارن، نه شرف دارن. خواهرایی که گم شدن اینها خواهر خود نمیشمارن، دختر خود نمیشمارن. اینها فقط همون زنی خود را بردن تکی پای رحمانوف پرتفتن، انا همونها را قدردانی میکنن. دیگر نه این خواهر برهم دارن، نه این مادر برهم دارن، نه این برادر برهم دارن. این حرامی ها دشمنی ملتی تاجیک هستند. باید این ملت بیدار شود. این توده اوباش سنگسار دامن زنکا سنگ میگیرن، سنگسار قصرش میزنن، لب میکنن. و قصری که صدها دختر تاجیک آبی چشمش در آن قصر این حرامزاده ریختگی است، تجاوز کردگی است. و قصر حرام برای ما لازم نیست. قصر ملتی که ملتی بیچاره گردی اون قصر و رفته حتی تاب خورده نمیتواند، این قصر برای ما لازم نیست. غیر نیست و نابود میکنیم با پلخوکی رحمانوفی مادر به خطا. باید این ملت بیدار شوند. این خاموشی شما باشد، این بدبختی شما باشد. شما کو سرخمترین ملت علاقه شدیم، باز سرتان خم میشود. مادراتون از دست میروند، خواهراتون دختراتون از دست میروند، فرزنداتون در پیگر قرار میدهید. حرامی امروز با تمام کشورها گپ زده است که این ملت اکستریمیست و تروریست گوده. مردمی که ملتش رو دوست می‌دارد همین گپای برآمده میزنند. سبحان الله. چرا این مردم در دیگر کشورها این کارو نمیکنند؟ چرا فقط شما تهمت میزنید در حق این مردم؟ شما دشمنای الله، دشمنای ملت، شما حرامزاده های نابکاری ناتاجیک، تا کی این مردم را آزار و اذیت میدهید؟ یک روز پروژین کنده میشود کو در کونتون چوب زده از دهانتون کشته میگیرن این ملت. این مردم با حال شما بازی دارین. این مردم که حال شما این مردم فریب کرده و در چشمش خاک زده احمق دارین 35 سال باز. حالا نگاه کنین پروژین که کنده شد، شما حرامزاده ها راهی گریزتان پیدا کردن نمیتوانید. در دست این ملت که غلطیدین شما پاره و نیست و نابود خواهید شد. حرامزاده های ناعهده براهای مغول و منغیت های ناتاجیک های حرامزاده. الحمدلله. باید این ملت بیدار شود. بسیاری ها برادران می نویسند که چرا مخالفا خاموش هستند، چرا آنها گپ نمیزنند. اگر 10 نفر آدم برو دعوت کنه رنگ شما، این مردم ما بعد بیدار میشوند. مردم میگن ها اینجا در حقیقت آن گپ بوده است. یا خیلی می نویسند، یا خیلی برادرای نزدیکی که کبیری سرگردانی کانال های اوکراینی های روس ها، من گپ ندارم آنها با. باید اینا خودشون کلاشون کار فرمایم. باید اینها مردمشون که گپ زنن، نه اوکراینی های و نه روس ها کتی. آنها برای ما یگان فایده ندارن. ما باید با مردم ما صحبت کنیم. با مردم حداقل هر هفته 2 بار باید مخالفا برآمده با مردمشون گپ زنن. گپاتون رسوندم هموطنان عزیز. من با اینها نمیخوام جنگ و جنجال کنم. با اینها من یگان خصومت ندارم، یگان بدی ندارم. انشاءالله رحمان امید داریم که اینها بیدار میشوند. اگر برآمده اینها دعوت میکردن و مردم به وعده، مردم به تو یگان چیز وعده نکنی، این ملت ما و شما رو دستگیری نمیکنن. من گفتم که ما بیایم به سر قدرت تمام مال و ملک این دزدی این اولاد حرامی رو میگیریم، برای مردم ما زواد و فابریکه میسازیم، پولهای اینها رو میگیریم، مردم ما دیگر در بدل و خاک بسر نمیشوند. من وعده کردم مخالفا هیچی نالن. من نمیدونم اونا وظیفه میخواهم، آنها یا باوری ندارم رحمان و پولش که میرود و ما مردم به هیچی داده نمیتوانیم. رحمان و پول و مالش برد، ما رفته وزده کرده که میگوییم در همین کتفاش قپیده آورده دونی سمالیات چخیده که جوانای بیگناه هم میپرتان و میزنن لطو کل میکنن، زده رحمان رو گرته میبیاریم اگر گوری زدیم. نه که ما کوشش داریم که مجاهدا درایم مردم خیزد، اینا باید ما داریم. هموطنان عزیز،
حال درباره هم مجاهدای هم باید من یک نوار کنم. بسیار گپای عجایب من شنیدم. 3-4 نمون مجاهدا با من در تماس هستند. سبحان الله. یک گروهشان عموما بر ضد مجاهدا بودن، میگفتن که ما نمیخوایم که مثال شما درباره رحمانوف گپ زنیم. این باین به چی گپی هست؟ به همین خاطر برادرایی که من می نویسن که اکا چی کار کردیم و کی می رویم و کجا می رویم تا این مشکلی ها حل نشود و این مردم رو من 100% نفهمم، من یگان هموطنم رو یگان جا روان نمیکنم. برادران رفتن 3-4 نفر رفتگی هستن. آنها میگن اکا اینجا به هیچ گم نسوله، اینجا همه جمجیت است. باید برادرای اونجا رو سرجم کنیم، یک جایه کنیم. آنها هم پریشان بودن. من نمیدونم سببش چی باشد. سببش تاشن بزای رحمانوف است. خیلی که بین مخالفا بستند اونجا هم بوده است. متاسفانه باید این کارای ما حل کنیم همیشه هموطنان عزیز. به همین خاطر من شما را هیچگاه برده تگی جر نیپرتم برادرها. شما بسیاری ها می نویسین که اکا چیکار کردیم، کجا رویم. سبحان الله کجا می رویم؟ این دیگر گروه ها برآمدن در تماس، دیگر برادرها برآمدن. چقدر گپ زدن سبحان الله. حالا با آنها من صحبت میکنم. من همه گپ کار رو میفهمم درباره آن شخصانی که بنام مجاهد بودن و مخالفیت میکنن، یعنی مخالفی اون برادرها هستن. من میگم انشاءالله گم میزنم، مردم با میفهمانم که کار بار همین خیلی هموطنان عزیز. ولی همین سراسر من نشویتان. رحمانوف با نوعی سلاح سرنگون می شود. 200 مرد جنگی به از 100,000 این پیدا می شود. گروهی کوچک بشک پیدا می شود هموطنان عزیز. یگان فکر نکنیتان، ناراحت نشویتان، یعنی دل شکسته نشویتان. گروهی کوچک انشاءالله پیدا می شود. پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم، پیغمبر نازنین ما پیروز شدند. گروهشان کوچک بود. ما هم گروه پیدا میکنیم. فقط شما راه افتاده نباشتان. دعوت را باید بیشتر کرد. همه انشاءالله رحمان خوب می شود. باید تمام مخالفا گویند که رحمانوف باید سرنگون شود. وای رحمانوف که ملایم گپ زدن، رحمانوف خوشامد کردن، رحمانوف مذاکرات کردن با رحمانوف، این ابلهی و احمقی است. باور کنیدان. یک بار مذاکره کرد و تمام یراق اسلحه گری کشید گرفت از دست مخالفاش. از این مخالفا یک خیلش پس پنجره، یک خیلش سرسان و یک سرگردان گریان و نالان زنگ میزنن. همون مجاهدای دوری همون سید عبدالله نوری گریه میکنن. چیکار کنیم اکنون؟ چیکار؟ سبحان الله. باید ما دیگر باره فریب نخوریم. با اینها مذاکرات کردن، گفتی شنید کردن، این خیانت به این ملت است. اینها را تنها سرنگون میسازی. این دفعه ما جمع شویم این توده اوباش پال سرنگون میشوند. این ملت ما حاضر از کی میترسن؟ از رحمانوف. رحمانوف مرد بعد چی میشود؟ خلاص میشویدن؟ هرگز نه. اونجا با هزاران ظالمی دیگر هست. شما خیال میکنید که انا این پلخوک مرد و مه بیا قدرت گیرو مردمت رو سرشته کن. هرگز این خیلی کار نمیشه. این فکرایی نکنید تو هموطنان عزیز. اونجا با هزاران ظالم و قاتل و دشمنی ملت تاجیک دیگر هست. 7 دختر 100 نفری لوباونیک داشت باشه، 700 نفر دشمنی ما و شما اونجا هستن. اونا شوهرای غیر قانونی بینیکاهاشان. و همین خاطر باید بیدار شد. باید این توده اوباش سنگسار شوند. این ملت باید کلش کار فرماید که شوهرش باید در نزدش کار پیدا کند، بچهش در نزدش کار پیدا کند، برادرش در نزدش باید جای کاری پیدا کند. غلامی و دربدری خاکبستری بس. امروز قانونی روسیه را با دیدین، شوهری بینیکای این پرخوک را. اگر روسیه روی باید نوتبوکت و تلفونت و تمام جات، یعنی همه ترسوکت هم بخشش میکشن و همه جات خبر میگیرن. این خیلی قانونا برآوردن. این اگر ننگ و ناموس میداشت، اگر این پرزیدنت ما می بود، این ملت هم خیلی مسخره میگرفتن. این ملت هم خیلی تحقیر و هم خیلی سرخم میکردن. اون روسای حرام زاده. پس بیدار شویدان، نترسیدان. این دنیا هم هیچی نمونده است. این دنیا ابدی نیست.
باید با سری بلند ما این دنیا رو پدرود گوییم. به نزد پروردگار خویش باید ما سربلند رویم، نه اینکه سرخم. یک توده افباش حرامزادی فاحشه امروز برآوردین، انا این لباسی ما یا انا این فرهنگی ما گوته مردم گمراه و جاهل و نادان دارن. خدا لعنتتان کند با همین رحمان فی حرامزاده، با همین فاحشه ها. پس حج رفتن دخترای فاحشه‌اش با اون فاحشی کنکی عزیز ما چرا آمده کناشان لوچ کردن؟ سطر و حجاب کردن اونجا در آمده بودن کو سطر و حجاب مالی مال باشه. پس این حرامی های فاحشه ها چرا پوشیده درونی خانه خدا رفتن؟ چاپلوس ها نویستان جواب تیتان منبع امروز میبرو این سطر و حجاب رو بد میبینین. چرا این ماچخرا پوشیده رفتن درونی خانه خدا در آمدن و آنجا عبادت کردن و نمیدونم وای کناشون ششتگی بود نوشته بود بخشش. تاجیکستان آمدن سراشان لوچ کردن کناشان لوچ کردن. الان این فرهنگ ما گفته مردم در گوشی فیل خوابن، این مردم در چشمش خاک زده گفته الان این لباسای پوشین. پس این مسخره نیست. شما کی را مسخره کردین؟ شما خدا رو الله رو مسخره کردین. دشمنای الله دخترای این پرخوک را در نظر دارن. بیدار شویتان هموطنان عزیز. اگر با آب و رو نزد پروردگارتان برگردین باید شما بیدار یک ننگ و ناموس داشته باشید. ننگ و ناموس مسلمانی، رقص و بازی کنجنبانی و سرخمی اینا امروز این ملت را شرمنده رسوای ردی معرکه کرد. این چاپلوسا میگن این لباسی ما و کنجنبانی و دیوانه کرده گشتن. با یک پدر لعنته که رقص باشد و بازی باشد و کنجنبانی باشد گفته همه جاهل و نادان کرمی رحمان فی پلید. این مردم با همون گفته های این در دام این پرخوک غلطیدن که فردا به نزد پروردگارشان بر میگردن. شخصانی که کرتاهاتون خیلی کلته و رانی پاهاتون میتابد شما را نه کفن پوشاندن در کار نه جنازه کردن در کار. شما حرامی ها این ملت را گمراه و جاهل و نادان کرده ایستاده این. پس این ملت باید بیدار شود. امروز این حرامزادی خوکمکوف در حق مردم بدخشان تهمت دارد که اونا گویا که ما به حمله کردن و هجوم کردن. شما به هیچ کس هجوم نکرده است. حمله را شما کردین. شما جوان مردای پامیر را قتل کردین. قصاص این دنیا در آخرت نمیموند. روز شما حرامزاده ها را به زانو زناندن خیلی نزدیک است. این را فراموش نکنید. باید این ملت از حق و حلالش طلب کند. باید این مغول و منغیت ها با سرداری رحمان فو، خوکمک فو، بزمک فو دیگرش از بین روند. اینها برای ما یگان بهبودی نوارن. فقط تهمت کردن، فقط با دیگر دولت ها گفت و شنید دارند و این مردم را تهمت دارن که این مردم اکستریمیست و تروریست باشن. نعوذ بالله. تا که شما حرامی ها این مردم به تهمت و بهتان بزنید؟ تا کی؟ این مردم آدمی خاموش بود، سرخم بود، ترسید از این توده افباش این عنوانهای جنایتی درونی ناخنک را به کله گرفت. باید این مردم بیدار باشد. این یگانتش ما نیستیم. ما در دیگر دولت‌های خریستانی آزاد گشتگیم. یگان کسا نه آزار دادیم، نه اذیت کردیم، نه یگان کسا زدیم. خیلی که همین رو زندگی دارن، ما هم آسوده زندگی داریم. همین هم بندگان الله هستند. این توده افباش تهمت میکنن، آدم تیار میکنن، هر دولت میفرستن اونجا میرن، یعنی قتل و کشتار سر میکنن. تاجیک بیچاره در بلا میپیچد. این کاری همین اولاد حرامزاده است برای بقا موندن کرسی هموطنان عزیز. اینها از تمام جنایت اینها قادر هستند که آدم تیار میکنن، میروند اونجا با قتل و کشتار و دیگر دولت ها با جنایت میکنن. این ملت ما آبروش پس میشود. دیگر دولت ها با میگن اینا همه خیلی بدین. باید این جنایت اینها رو کل جهان فهمد که اینها چقدر ظالم هستن و چقدر قاتل هستن. این حرامزاده های تاجیک کش امروز برآمدن گلاستیکوس زدگی رنگ ایلی خر شرم نمیکنن. تاجیکا گنده میکنن، تاجیکا تروریسم میکنن، تاجیکا اکستریمیسم میکنن، کتاب خوانده نمیتونن، یعنی گپ زده نمیتونن. روی همون کاغذ بزور گپ زده است. حکمک حرامی
شما شرم نمیکنید؟ هزارها دانشمند تاجیک بردین پس پنجره کردین. شما حرامزاده ها به خاطر نفس حرامتان این ملت رو به کجا آورده رساندین؟ شما دشمن این ملت هستین. شما حرامزاده ها. بار دیگر تکرار میکنم، اگر بزرگان ما زنده شده بیایند در روی ما توف میکنن. اول در روی همین حکمک و پرخری رحمانوف و خرمک رحمانوف توف میکنن، بعد در روی این ملت توف میکنن که سبحان الله کجا شد ننگ و ناموس شما. امروز دختر همسایه میبرن تجاوز میکنن، همسایه خاموش است. فردا دختر دیگری همسایه میبره، همسایه خاموش است. این چه بدبختی است؟ ما انسان هستیم یا حیوان؟ یک آدم در دیگه دولت ها مرد و اینا چقدر تفتیش میکنن که چرا مرد این آدم بوده. امروز نسل تاجیک این حرامی ها نیست دارن، همه خاموش هستن. عسکری بیچاره اون رو زدین کشتین، 2 هفته نشد از خدمت رفتگیش. او حرامی های قاتل و تروریست شما هستین. شما این ملت کشته ایستادین. ما یا هم کسی نکشتیم. ما گفتیم که این دشمن های ملت ما رو قتل دارن، باید ما اینای نیست کنیم، بی ضرر گردانیم. از پرخوک رحمان و سرکره تا خوکمک و بزمک و خرمکشه. به همین خاطر من امید دارم که این ملت بیدار میشوند. این ملت در گوش فیل خواب روند و خاموش استن و امیدواری 4 سنپولی فرزنداشون با صد عذاب و مشقت میفرستند. با امید این کار باشن، تمام این ننگ و ناموستان و فرزنداتان و خودتان را از دست میدهید. بس سود ندارد. شما پیش از نفستان و پیش از زندگیتان باید ننگ و ناموستان را در جای اول دارین. باید ننگ و ناموس را حمایت کرد. ننگ و ناموس که باشد همه چیز پیدا می شود. ننگ و ناموس نباشد تجاوزت کنن، برام بچه تا کشن در ارمیا، برام دخترت وقتی که پرتافگاه و مسئول می پرتاد و بعد 2 مونت گم میشد و یا برام تجاوز کنن. این ناموس شما اگر تجاوز شده باشد، پس شما کو زنده از مرده بدتر است. ملت بیدار شویدان. این حرامی ها ما رو نیست کردن. ما باید اینها رو از بین بریم، یک دولت سازیم که همه آزاد باشد، همه قدر و قیمت داشته باشد. حاضی به قدرترین ملت این ملت تاجیک است. تمام کشورهایی که میروین کنی قدر و قیمتتان نشانتین، همه با چشم بد ما به نگاه میکنند. سبحان الله. چرا با چشم بد نگاه میکنند؟ این توده عواش تهمت و بهتان زدگن در حق ما. برای همه اون مردم برای ما بد نگاه میکنند. و همین خاطر همین خاموشی ما و شما باشد، نسل از بین میرود. الکی شرمنده شدیم، الکی در بدر خاک بسر شدیم. امروز مردم بیچاره خانه خیز برآمده برفتن. در بهشت این ظالمی پدر لعنتی مادر به خطا هر زیاد دختر گم شده ایستاده است. خوی لسانش میبرن، گوشی فلک کار میکنن که ما آسوده خواه میریم، ما غمنیت داریم، ما شبی دراز برآمده کوچه میگردیم، ما با اون کس کاردار نمیشود. در روز روزانه دخترها گم شدن. شبی دراز تو فاحشه باشی، شبی دراز تو چی گوه میخوری؟ تو اگر آدمی ساخت باشی در کوچه چی گوه میخوری؟ شبی دراز تو باید شبی دراز خانه به بچه ها تعلیم یادی، نه اینکه شبی دراز کوچه ببرایی. البته فاحشه و سبک پای و نرکمن و الکش و عرق خور و شراب نوش و لعنت کرده الله و اینا شبی دراز کاردار نمیشوند. برای اونکه اینا نسل رو نیست کرده ایستادن. برای اونکه شما فرمان این حرامی ها را گرفته، این مردم را جاهل و نادان دارین که ما شبی دراز کیف و صفا کرده گشتگیم. شما هم مردم برای این جاهل و نادان شدین. شما هم برای این کرتی آستین کلتایی و ایزاری کوتاه پوشین و گمراه و جاهل شوین. الکی کردم، صورتاشون رو نشت کردم، در این بینین. سبحان الله. بیدار شویتان. باید این اولاد حرامی از بین کلن روند. اینا برای ما در کار نیستن. در توی 35 سال اینا برای ما یگان بهبودی نکردن. هرگز و هرگز اینها برای ما خوبی، نیکی، دستگیری نخواهند کرد. اینها حرامزاده ترین اولاد هستند. این را فراموش نکنین. اینها کو
به خاطر پول و مال میتوانند همدیگرشان را کشند. اینا همین دنیای بی‌وفا را انتخاب کردند. اینا آخرتشان را فکر میکردند. هرگز و هرگز این ظلم و این سیستم روا نمیدیدند. هموطنان عزیز، اگر حسن حرامزاده امروز برآمد است هزاران خایلیست تعریفش دارد، من نمیدونم چی همونجا نشر کردن درباره حسن، اگر این از الله میترسید ده ها 20 ها مادر خواهر تاجیک را تجاوز کرده به نکاح 60 تا فرزند دارد میگویند. همش حرامی به دنیا آمده است. حرامزاده اون کودکا اینقدر زن مردم تاجیک تجاوز میکرد، اینقدر کودک پیدا میشد. پس کلتان رو کار فرمایید. خویلیسایی که دین همون خواندم تاگی کامنتاری های همون حرامزاده با تعریفش دارین که رئیس گفته. رئیسی که هزاران مادر و خواهر تاجیکا حرامزاده زنا کردگی و یک قسمی آنها با فرزند پیدا کردگی است. این مردنتان بیاد شما حرامزاده ها، شما دشمن های الله. خدا لعنتتان کند با همین حسن و با همین پرخوک رحمانوف و با مچخری عزیز ماه و با دیگرش. این اولاد حرامی دشمن این ملت هستند. تا اینها هستند این ملت هرگز و هرگز روی آب نمی براید. اینها شکروار همون زبان شیرین دارن و فقط اینها چی یاد گرفتن در طول 35 سال مردم فریب کنن زبان شیرین. نه که نه علم دارن نه سواد دارن، هیچ چی نیست کلهاشون با. چقدر کتاب نوشته است اون بدبخت همون خویلیسانش نوشتن کتاباش دادن 40 کتاب. ابرمرد گفته همونجا نشر کرده، من زنغرمرد نوشتم چی کردم صورتش ماندم. من پیرخوکا با یک دیگه شرط میگذارم همین حرامی پرسگی رحمانوف با سینی سولت رفت اچکی همونی اجازت همون عینک اگر چشمان از منو همون کتابایی که 40 دانه کتابا یک ورقش را همین 2 دقیقه وقت میتیم هوای همش خان محمد تقایف تو با بخشش میپرسید و با وطن برمیگرده. تو نامی خودت رو نوشته نمیتوانی رحمانوف. من امروز که شرم میکنم این ملت بزرگ کی را به سر قدرت آوردن و یک حرامزاده آنقدر مردم ما را پست کرد و جوان مردای و یعنی بزرگان را قتل کرد و نیست و نابود کرد. نامش را نوشته نمیتواند. این را پیشوای ملت و این را قهرمان و این یک تجاوزگری ملت است. این ملت رو نیست کرده است. این ملت رو دختراش تجاوز کرده است با فرزندان حرامزاده نرکمنش. باید بیدار شویتان که اینها جنایتی وزنین کرده ایستادن. هموطنان عزیز همین بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حق ما دعاگوی باشتان. ما انشاءالله رحمان مبارزه ادامه میدهیم. ما تا این ملت آزاد نشوند از این راهی که انتخاب کردیم هرگز و هرگز دست نخواهیم کشید. هر انسانی که دیده و دانسته این توده اوباش را پشتیبانی میکند و تعریف میکند و در چشم این ملت خاک میزند، وای با همین رحمانوف و با اولاد دزد و غارتگری فاحشه‌اش والله بالله تالله در لعنت الله گرفتار شده است. امروز میبینیم که تمامی با همین یک قسم همین چاپلوسا فقط مردم به مراجعت میکنن اگر یکم بیماری بیچاره محتاج باشد. چرا پرخوک با مراجعت نمیکنه؟ چرا آزادی کنگس به مراجعت نمیکنه؟ چرا رستمی گونگک به مراجعت نمیکنه؟ وقت از آنه که آدم ها پول میپرسن باید شما قصر این حرامی را نشان دهید. اونجا رفته مردم پول طلب کنن. پول مردم همش در دست همین پرخوک رحمانوف است. باید همین اولاد حرامزاده و آدمای کم بضاعت و کمک کنن، نه اینکه ملت مهاجر. این ملت مهاجره این پرخوک پشتیبانی نمیکند. مردمی بیچاره با فقط کمک میپرسن. خرتان در آب گذرد تمام پیشابی ملت تعریف سر میکنید. ای خدا لعنتتان کنه شما دشمنای ملت تاجیکا. الله لعنتتان کنه شما حرامزاده های دیده و دانسته. سبحان الله شما حق را باطل میشمارین. خداوند شما را خوار و ذلیل کند که بعد شما بیدار شوین و بعد گوین که ها گپ این مردک حق بوده سو ما
به خاطر 4 سوم پول حرام در چشم ملت ما خاک زدیم و این ملت را عذاب و اذیت دادیم. بیدار شویدان مادران، خواهران، هوشیار باشتان، شوهراتان را با وطن فریاد کنیدان برگردن. ما باید این توده اوباش را سنگسار و نیست نابود کنیم، ملت ما را خلاص کنیم. زنده و سلامت باشتان.